با ابتکار برنامه جانبداری انکشاف اجتماعی مناطق کوهستانی بنیاد آقاخان و با مبلغ‌گذاری یوسعی در دهه دشت جماعت یوسف بک رستمبک و ناحیه اشکاشم روز دهقان برگزار گردید. در اینجا هالمان پایگاه تحقیقاتی انستیتوت بیولوژی پامیر در ناحیه پرورش 10 نمود نوی تخم‌های کارتوشکا که 4 نمود آنها از خارج کشور دسترس و به اقلیم ولایت مختار کوهستانی بدخشان برابر می‌آیند و حاصل خوب داده می‌توانند برآ گذاشتند. در طول من همین چند سال ما نوع‌های گوناگونی کارشکای خارجی دور و نزدیک کشور خطی و نوع‌های کارکردی خودمان که در همین پایگاه ما کار کردیم، یعنی با واسطه دراگاو از تخم اصلی بotaniکی به دست آوردیم. LTH TS15 و TS10 TS10 TS11 TS10 که اینا ما از تخم اصلی بotaniکی به دست آوردیم و علاقه در میدان 40-50 هکتار در خواجگی دهقانی کی شده ایستادن و نسبت کسالی‌های ویروسی و نسبت کسالی‌های زنبوروغی تاباورن و علاقه در میدان 40-50 هکتار خواجگی دهقانی علاقه شده ایستادن و حاصلشون هم نسبتا نظررس است. بغیر از این من باز از 3 نوع کارشکایی که من از پیشتر گفتم، من از دولت بلاروس یعنی منیفست از دولت روسیه و ژوکوفسکی رانی و از دولت آلمان من دیک روزا من دسترسی ما شد، چون که من گفتم بسیار پیش آمده خوب دارن، حاصلشون هم بد نیست، نسبت اندازه 5 تا 10 تن نسبت اندازه حاصلشون خوب است و با کسالی‌های ویروسی و زنبوروغی تاباور هستند. کارمندان پایگاه انستیتوت بیولوژی پامیر در ناحیه اشکاشم قید کردند که از آغاز موسم کشت و کار بهاری تا به امروز جریان سبزیش کارتوشکا را پیگیری میکنند. نظارت نشان داد که نشونما و حاصل به دست آمده واقعا دستاورد ارزنده در سمت کشاورزی به شمار خواهد رفت. اگر در تمام ناحیه دهقانان به حساب میانه از 1 هکتار تا 135 سنتنر حاصل به دست آورده باشند، این قطعه زمین از 180 سنتنر بیشتر حاصل را به بار آورد. 2600 متر از سطح مور بلندیم در ناحیه اشکاشم. برای همین باید که ما اول اینجا قطعه‌های سنجشی را هم نمایشی را است با قطعه‌های سنجشی را تشکیل کنیم که چی نوع زراعتایی که به بدخشان اومده است ما اول بسنجیم و بعد را خیلی میشد که من تخمی را از همه بازارهای خارج و ریسپوبلیکا آورده ایستادن و یا همش سورتوش علالش یا به شرایط برابر نیست. ما میرا کشت کرده ایستم اینجا دهقانا و خواجگی و ضرر دیده ایستادن. طرز آبمونی کارتوش که ما بعضی خواجگی ها هستن که باید مثال تا وقتی مخچه‌بندی و اول کماب میکنیم. مخچه‌بندی که سر شد کارتوش که سیراب یعنی که تخمی که درون زمین است و خشک میشه، برای همین سیراب کردن در کار ما باید که آب دراز نمونیم. همین آبمونی را باید 2 ساعت در زمین مونیم و تیز از آب بتیم، نه که مولتش کوتاه کنیم، یعنی که 2 ساعت 3 ساعت. خواجگی هست آدمایی هستن که من آب از بیگایی آب به زمین مونده ایستادن و تا پگاه دیگه 12 ساعت مونده است. برای همین ممکن نیست از 2 ساعت زیاد با تک زمین که برآمد از 2 ساعت زیاد ممکن نیست که بالای زمین باید حل نشد که برای انکشاف همون کارتوشکا باید بالاش خشک باشد که و آزادانه برآید. این قانون باید همش اگر رعایت کنیم نوای کارتوش که علالش شده باشد و باید که در وقت گلکنی کارتوشکا و باید موافق همون گلش و تنش قطعی و جدا کردن چوب در اوجا موندن در کار و گرفتن در کار که باید که از ما کارتوش ما علا صفت و یک نوع باشد. کارتوشکای ما هستن سخت هستن ملایم. اگر امسال حاصل خوبی تخم کارتوشکا را به دست آوریم آن را در انبارخانه ذخیره نموده در فصل بهار به فروش خواهیم برآورد. در چند ساله آخر در خواجگی های دهقانی نوع‌های گوناگون کارتوشکا کشت کرده شد. متخصصان میگویند که این یک امر طبیعی است و پس از 5 سال تخم کارتوشکا باید عوض کرده شود، زیرا 5 سال تخم به کسلی دچار می شود و حاصلناکی آن نیز کاهش می‌یابد. ناحیه اشکاشم در برابر دیگری ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان ناحیه اگراری محسوب یافته اساساً به زراعت کشاورزی، چارواداری، زنبور عسل‌پروری، مرغ‌پروری مشغول بوده طلبات مردم را به این ساحه قانع می‌گرداند. در حدود ناحیه اشکاشم اساساً
زیاده از 2512 گکتار زمین آبی بوده با حالت امروزه به 3806 خواجگی افرادی وابست کرده شده است که مردم از روی ساختار کشت زراعت‌های کشاورزی آن را به جا می‌آورند. در این مقدار زمین در 2512 گکتار زمین ما در 1660 گکتار کشت غله‌دانه و لوبیا گیاه، در 358 گکتار کشت کارتوشکا، در 42 و 148 گکتار سبزیجات و در 448 گکتار کشت خوراک چهارپا در سال جاری کشت کردیم. یکی از مشکلات اساسی خواجگی‌های دهقانی ناحیه اشکاشم در عین حال این به طور کافی وجود نداشتن انبارخانه بود و امروز با دستگیری شریکان رشد برای نگهداری حاصل تخم کارتوشکا انبارخانه مورد برآورداری قرار داده شد که در آن امکانیت نگهداری 20 تن تخمی مساعد است. هر 4 نمود کارتوشکایی که در این منطقه است نشونمای خوب دارند. انتظار هستیم که این نوع کارتوشکا در جماعت رستمبک یوسفبکوف در سطح ناحیه اشکاشم حاصل خوبی می‌دهد و شاهد حال هستیم که با مناسبت 30 سالگی استقلالیت از طرف منیجر برنامه انکشاف مناطق کوهستان محترم خموریکوف با کلاستری سومون یک تراکتور رو تقدیم نمود که هم افتخار داریم که با جشن 30 سالگی استقلالیت یعنی برابر آمد که دهقانان کلاستری سومون جماعت رستمبک یوسفبکوف از یک تراکتوری خوبی که یعنی هم قوای اسبش با 55 قوای اسب برابر است، یعنی شدگار کرده میتوند، جویک زدن میتوند و دیگری کارهایی که با کشاورزی یعنی ضرور است همه تجهیزات قطعی با مبلغ 205,000 سومانی تقدیم کرده شد. از طرف برنامه جانبداری انکشاف اجتماعی مناطق کوهستان بنیاد آقاخان برای گروه کلاستر سامان یک تراکتور تقدیم گردید. منیجر برنامه جانبداری انکشاف اجتماعی مناطق کوهستان بنیاد آقاخان در بدخشان خوجمیار خماریکوف قید کرد که گروه سامان می توانند با استفاده از این تراکتور مساحت بیشتری زمین را کارکرد نموده شرایط زیاد نمودن کشتزار را وسیع نمایند.